یک سوال کم ترا گایم موضوع برین ترا یک خواهر همی سوال داده گای یک فرزند دارم میگه فرزندم به نکاح تولد شده گای ولی همه چیزا به غرض خودم هیچ کنه میدونم سال مادرشا پدرشا فریب کردگی که ما نکاح کردگیم و نکاح قطعی زندگی کردگیم نیکیم در اصل نکاحشا بعد ای همون فرزند در بطن شدن کردگی مقصد وقتی که حامله دار میشه بعد نکاح میکنن فرزندش الک 3 ساله 4 ساله شدگی مقصد هیچ چیکار نمیدونه میگه فقط خودم میدونم همون آدمی که همراهش زندگی میکردم نیکه موزی بو قطعی اول بو زندگی نداره بو جدا شدگی مقصد سوال که چطور کنه باید مثال همین حالی سوالی که همین خواهرمون دادگی اکثریت زنها بسیار یک دو تا نیستن بسیاری زنها همین سوال دادگی همین کار شدگی میگه فرزندم از اینو تولد شدگی چی حکم داره می فرزند چی حکم داره چی میشوه و چی آخرت مون چی زلال داره یا مثلا مرد زن به نکاح نزدیکی میشون کودک میشوه کودک تولد میشه با نکاح میکنه این کودک چی حکم داره در دین اسلام مثلا وقتی که فرزند از اینو تولد شد همین فرزند با پدرش حکم پدری نداره حکم پدری و فرزندی نیست مثال همین در همین جا همین پدر و در همین فرزند هیچ حق نداره حقش بریدگیه تو همین درجه ریشه‌کن کردگی هیچی نیست در همین حالت زن و مرد گناهکارن این فرزند هیچ گناه نداره ایروی که دو آدم که گناه کنن فرزند که تولدش این فرزند چی گناه داره میگن این فرزند دوزخی میشه نه دوزخی نمیشه دوزخی میشه این بچه مثال ایروی که پدر مادر زنا کردن این کودک تولد شد این معنی نداره که کودک از زنا شده این کودک زناگیه این کودک باید عذاب بکشه نه مثال این کودک که اگر کلان شد با تقوا با ایمان شد ای حرامی دور شد مثلا گناه که نکرد جاش انشالله روز بهش میشوه این فرزند این کودک هیچ گناه نداره گناه از کردگی دک پدر مادر یا باید صدقاً توبه و نظامت کنه خدا بزرگه خدا رحمان و رحیمه خدا میبخشه لیکن حقیقتا صدقاً که ای تگ دل توبه کنن گناههای پدر مادر میبخشن در زندگی همین فرزندم انشالله خدا فیض برکت عطا میکنه اگر همین پدر مادر ای گناه و حرامی همه توبه و نظامت کنن دوری کنن در عبادت شروع کنن زندگیشون تغییر میوه مثلا آدم غیر از پیغمبر و آدمای بیگناه دیگه نیست همه گناهگاریم لیکن بهترین ما همون شخصایی هستن که توبه و نظامت میکنن به خدا برمیگردن و عملای صالح میکنن